خب بچه‌ها امروز اومدیم در سایت اندکس اکوسیستم قراره که این پلتفرم رو براتون به صورت مفصل توضیح بدیم. امروز روز اول این سایته که قراره با این پلتفرم کلی کار کنیم. یه چند ساعتی میشه که این پلتفرم لانچ شده. شما که این ویدیو رو تماشا میکنید تاریخ امروز رو براتون نشون بدم. تاریخ 10 بهمن معادل به 29 ژانویه هست که این ویدیو رو شما الان تماشا میکنید. خب رفقای گلم، در مورد این پلتفرم من یه پست گذاشتم در تلگرام، گفتم که کاملا جدیده و تازه شروع کرده، بچهای زیادی ثبت نام کردن و گفتم که یه ویدیو درست میکنم. ویدیو رو الان سریع گفتم که درست کنم، شما هم بتونید از این فرصت استفاده کنید تا این سایت دیر نشده بیایید در اینجا سرمایه‌گذاری کرده کار خود شروع کنید، چون سایت روز اولشه. واقعا این فرصت ها کم پیداست، نمیشه که تو هر سایتی روز اول بریم سرمایه‌گذاری کنیم، چون سایت های زیادی سرمایه‌گذاری نمیشه کرد در کل، چون واقعا کلاهبرداری میکنن تو این عرصه و پول شما رو دزدی میکنن. تو این عرصه سرمایه‌گذاری میدونید که واقعا سایت های زیادی مستقیم هدفشون کلاهبرداریه، یعنی پانزیه و نمیتونیم که ما بهترین سایت‌ها رو پیدا کنیم. خدا رو شکر با تیمی که ما داریم بهترین و معتبرترین سایت‌های سرمایه‌گذاری رو در یوتیوب و تلگرامی که دارم براتون معرفی میکنن. شما هم میتونید ما رو تعقیب کنید در یوتیوب و تلگرام. سایت‌هایی که معرفی میکنیم با کلی تست‌هایی که انجام میدیم براتون با استفاده برداشت قرار میدیم که شما با خیال راحت بتونین استفاده کنید. حالا این پلتفرم اندکس اکوسیستم که امروز باهاش آشنا شدم، میخوام که کامل معرفی کنم دیگه. با دیدن این ویدیو هیچ سوالی براتون پیش نخواهد اومد. همه بخشای سایت رو براتون توضیح خواهم داد. خب رفقا، بذارید که براتون یه جورایی توضیح بدم که کار با این پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری شکلیه که شما سرمایه خود به عهده این سایت‌ها میدین و این سایت‌ها در پشت زمینه یا پشت پرده کارهایی که انجام میدن براتون سود میدن. حالا میتونه اون کارها ترید باشه، میتونه کلود ماینینگ باشه، یعنی استخراج ارز میتونه باشه، میتونه استیکینگ باشه، آربیتراژ میتونه باشه. کلی بخشای در حوزه آنلاین هست که با سرمایه‌گذاری میشه انجام داد. حالا این پلتفرم‌ها هم یه جورایی ادعا میکنن که ما با پول شما میریم ترید میکنیم، میریم نمیدونم خانه میخریم، تو املاک کار میکنیم. کلی بخشای مختلفه که یه جورایی ادعا دارن که اون کارا رو انجام میدن، اما در واقع چی کار میکنن ما نمیدونیم، فقط مدیران اون سایت ها میدونن. خب میدونید که 99% اون سایت ها اسکم و کلاهبرداری هستن، یعنی به محض اینکه شما سرمایه‌گذاری کنید براتون پرداخت نمیکنن. عزیزای گلم دقت کنید که توی این عرصه سرمایه‌گذاری سایت‌های زیادی اومده که مستقیم پول شما رو دزدی میکنن و پول خودو حالا به اون سایت‌ها ندین، حروم نکنید پول خودو و حیف اون پولتون که شما اینقدر زحمت میکشین به دست میارین و خیلی راحت از دست میدید. بهترین سایت‌ها رو در یوتیوب خود و تلگرام خود قرار میدم که با کلی تست، با کلی بررسی براتون قرار میدم که بتونید با خیال راحت کار کنید. خب این سایت اندکس اکوسیستم ببینید که توش 4 تا بخش وجود داره. 4 بخش سرمایه‌گذاری که استیکینگ داره. ببینید اگر کلیک کنید یه صفحه جدید باز میشه. بخش کد ماینینگ داره، بخش آربیتراژ و تریدینگ. اینجا ببینید این 4 بخش‌های سرمایه‌گذاریه که تو هر 4 تا باز 4 تا پلنه. ببینید عزیزان، اگر من این استیکینگ رو کلیک کنم اینجا 4 تا پلن داره: 15 روزه، 30 روزه، 45 روزه و 60 روزه. اگر برم روی بخش کلود ماینینگ باز برام 4 تا دیگه باز میشه. بخش 30 روزه داره، 60 روزه، 90 روزه و 180 روزه. بخش آربیتراژ رو باز کنم و همین ترتیب 15 روزه، 30 روزه، 45 روزه و 60 روزه. و در آخر بخش تریدینگ رو که باز کنم اینجا 30 روزه داره، 60 روزه، 90 روزه و 180 روزه. حالا این روزها چیه عزیزان؟ میگه که شما بیا سرمایه خودو به اختیار ما بده، یعنی به اختیار این سایت قرار میدین سرمایه شما و این پلتفرم این مدت پول شما رو بلوکه میکنه. متوجه شدین؟ مثلا این بخش استیکینگ میگه که بیا عزیز دلم شما 15 روزه پول خودو به اختیار ما بذار، روزانه 1% میدیم. اگر 30 روزه بذاری تو بخش استیکینگ روزانه این درصدی رو میده، 1.05%. اگر بیای 60 روزه بذاری برات 1.15% میده. دقت کردین؟ اینجا میگه که هر روزه براتون سود میدیم. ببینید همشون اوریدیه. شما میتونید حالا اینجا بیای ترجمه کنی به زبانهای مختلف. اگر با مرورگر کروم استفاده میکنی، خود این بروزر کروم ترجمه فارسی هم داره. خب این که بخشای دیگه که هستش کد ماینینگ
سودی بیشتر براتون میده. اینجا میگه که با $50 میتونی شروع کنی، هر روزه برات سود داده میشه، حداقل 30 روز پولت بلوکه میشه که این سود رو براتون میده. اگر سودی بیشتری میخوایی باید پول خودت به عهده این پلتفرم‌ها مدت بیشتری بدی، 90 روزه، 180 روزه و همین ترتیب. بخش آربیتراژ رو اگه باز کنم ببینید تا 2 ممیز 10% سود میده. اینجا هم که 60 روز پولمون بلوکه است. این بخش تریدینگ رو باز کنم در اینجا ببینید که 180 روز پولمون بلوکه میشه و روزانه 2.90% سود میده. این خیلی خفنه، این سود واقعا عالیه که میتونید در این پلتفرم بیایید این پلن 180 روزی یه بخش تریدینگ رو سرمایه‌گذاری کرده روزانه این درصد رو سود دریافت کنید. خب عزیزان، حالا همه چی به خودتون بستگی داره. اگر دوست داشتین میخواهید سرمایه‌گذاری کنید و سود بیشتری دریافت کنید میتونید که بخش تریدینگ رو سرمایه‌گذاری کنید و اگر میگید که من نمیخوام که پولم زیاد بلوکه بشه، بخش آربیتراژ اینجا برید 15 روزه داره، این سود 1.8% هم کم نیست ولی با $75 شروع میشه. اینجا رو باید شما ببینید که تو هر بخشی که اینجا باز میکنید حداقل سرمایه‌گذاری فرق میکنه. این بخش کلود ماینینگ میگه با $50 شروع میشه. ببینید بخش استیکینگ با $25 شروع میشه. یعنی حداقل باید $25 داشته باشید که یکی از این پرهای استیکینگ رو بتونید فعال کنید. بخش تریدینگ هم که با $100 شروع میشه. آره با $100 شروع میشه که میتونید تا $300,000 هم سرمایه‌گذاری کنید. این پرهای سایت بود عزیزان. حالا شما شاید محاسبه کنید که براتون چقدر سود داده میشه. دقت کنید که تو همون بخشایی که شما میرین، این استیکینگ، کد ماینینگ، آربیتراژ، یه بخش داره کالکولیتر، محاسبه سود هستش که ببینید اینجا که آربیتراژ با $75 میشه شروع کرد. من بگم که اگر تو این آربیتراژ پلن 15 روزه $75 سرمایه‌گذاری کنم، کالکولیتر کلید میکنم میگه که روزانه اینقدر برات داده میشه، $1.35. دقت کنید 1.35 ضرب 15 روز نه 15 روز براتون $20.25 داده میشه. یعنی چی؟ حالا این $75 که شما سرمایه‌گذاری میکنید روی این پلن به اضافه $20 سود خالص. متوجه شدین دیگه نه؟ حالا این $20 رو براتون روزانه میده. میتونید که هر روز برداشت بزنید، میتونید که در آخر ترم برداشت بزنید، ولی اصل سرمایه شما تو اون مدت پلن بلوکه میشه. حالا میتونید که برید در پلن تریدینگ سرمایه‌گذاری کنید چون سودش از همه بیشتره. ببینید اینجا مدت ها هستش دیگه. میگم که من میخوام تو این پلن 30 روزه تریدینگ 30 روزه رو کلید میکنم، اینجا $500 سرمایه‌گذاری کنم، 500 رو تایپ میکنم و کالکولیتر رو کلید میکنم. ببینید میگه که خب یک ماه برام $345 سود خالص میده به اضافه $500. متوجه شدین؟ در کل میشه $845. این واقعا فوق‌العاده است عزیزان. متوجه کار شدین دیگه نه؟ روزانه اینقدر میده. اینو که ضرب 30 کنیم میشه چند؟ پلن چون 30 روزه بود 11.50 دلار میده، ضرب 30 میکنیم میشه 345. اینجا نوشته 345 که این $500 منو بعد از ختم ترم میده. ببینید اینو هم براتون بگم 345 جمع 500 چند شد؟ $845. دقیقاً همین چیزی که اینجا نوشته. خیلی دقیق محاسبه میکنه که شما میتونید قبل از شروع محاسبه کنید و ببینید که چقدر براتون سود داده میشه. خب این که متدهای سرمایه‌گذاریه که شما تو کیف پول خود یا تو صرافی خود با کدوم متد میتونید سرمایه‌گذاری کنید اینجا نوشته. میتونید تتر TRC20 داشته باشید، تتر B20 میتونید داشته باشین، ترون میتونید داشته باشین، فرق نمیکنه. به محض اینکه یکی از این متدها داشته باشین میتونید که از این سودها بهره مند بشین. خیلی خوب. حالا برای شروع دیگه باید شما برید ثبت نام کنید. اینجا من ساین اپ رو کلیک کنم یا لوگ اوت. برای ثبت نام لینکی که براتون میذارم کلیک کنید و قسمت کریت اکانت رو کلیک کرده همچین صفحه براتون باز میشه. خب ثبت نام ساده است دیگه. ازتون یه یوزرنیم میخواد که باید اینجا این یوزرنیم رو دقیق وارد کنید که با همین یوزرنیم شما وارد اکانت خود بشین. ایمیل میخواد، یه ایمیل دقیق و درست وارد کنید. 2 مرتبه پسورد رو وارد کرده این اپلاین اگر با لینک هم برین به این شکل دیده میشه که شما با لینک من رفتین. اگر نرین هم مهم نیست، میتونید مستقیم همین رو سرچ کنید. اگر با لینک من برین خب براتون
پشتیبانی انجام میدیم، یعنی مشکلی چیز داشته باشین مشکل شما رو حل میکنیم. به هر حال هر نوع سوال داشتین سوال شما رو هم جوابگو خواهیم بود. بعد از اینکه رجیستر کلیک کنید شما رو میبره در اکانت شما. من الان لوگین میکنم، ببینید با همین یوزرنیم و پسورد لوگین کرده وارد اکانت خود میشم. همچنین صفحه براتون باز میشه بعد از اینکه وارد اکانت خود بشین. من تا الان سرمایه‌گذاری نکردم، خواستم که در ویدیو سرمایه‌گذاری کرده براتون کارکرد رو نشون بدم، طریق سرمایه‌گذاری چطوره و تو ویدیوی بعدی طریق برداشت رو براتون آموزش خواهم داد. خب بچه‌ها، طریق ثبت نام که این شکلی بود. طریق سرمایه‌گذاری الان کاری که میکنید این قسمت، این مثبتی که هستش تاپ اپ، یا اینجا کلیک میکنید. تاپ اپ رو کلیک کرده همون متدایی که براتون نشون دادم ببینید اینجا دیده میشه. شما چقدر میخواید سرمایه‌گذاری کنید، برین اون متد انتخاب کرده مقدار رو وارد کنید. متوجه شدین؟ حالا با کدوم متد و چقدر میخواید سرمایه‌گذاری کنید خیلی راحته. من میگم که میخوام در این پلتفرم $3000 سرمایه‌گذاری کنم. متد تتر TRC20 دارم تو والت خود. اینجا مینویسم 3000. ببینید به همین ترتیب تایپ کرده الان تاپ اپ رو کلید میکنم. ببینید اینجا من کلید میکنم، دقت کنید یه صفحه جدید برام به همین شکل باز میشه که باید من این مقدار رو به این آدرس ارسال کنم. حالا شما با هر متدی که سرمایه‌گذاری میکنید به همون متد براتون اینجا یه درگاه باز میشه، یه ورد باز میشه که باید همون مقدار رو به اون ورد ارسال کنید. سیستم کاملا اتوماتیک میره جلو. به محض اینکه شما سرمایه‌گذاری کنید اتوماتیک پول شما رو شناسایی میکنه و میره تو بالانس شما. ببینید اینجا اول بالانس من یعنی موجودی من صفره. و محض اینکه این $3000 رو من ارسال کنم موجودی من $3000 میشه که میتونم با این موجودی برم پلن دلخواه خود رو فعال کنم. خب الان من با کیف پول خود سریع انجام میدم این ترانسفر رو و با محض اینکه قبول بشه در صفحه براتون نشون میدم. فقط یه دقیقه صبر کنید که من برم این مقدار رو ارسال کنم. شما میتونید این QR کد رو اسکن کنید یا برین این والت رو کپی کرده مستقیم با صرافی که دارین با والتی که دارین فرق نمیکنه، میتونین که این ترانسفر و این تراکنش رو انجام بدید. حالا من تو یه دقیقه این کار رو انجام بدم. به محض اینکه تایید شد ادامه ویدیو رو براتون ضبط خواهم کرد. A few moments later. خب عزیزان، من همین الان $3000 رو ارسال کردم و شبکه تایید شد و پولم با موفقانه به این والت ارسال شد. یعنی تو قسمت استاتوس اون ترانزکشن رفتم دیدم که تایید شده، در این صفحه باید ثبت کنیم. بله ببینید که به صورت کاملا اتوماتیک تایید شد و الان بالانس هم $3000 شد و اومد تو قسمت اوپن دپوزیت. ما تو قسمت تاپ اپ سرمایه‌گذاری کردیم، متوجه شدین؟ بعد از اینکه سرمایه‌گذاری ما قبول شد مستقیم اومد تو قسمت اوپن دپوزیت میگه که الان بیا با اون دپوزیتی که انجام دادی یکی از این پلن‌ها رو فعال کن. کدوم پلن رو می‌خوای؟ ببینید همون 4 تا بخش اینجا هم هستش. استیکینگ، کد ماینینگ، آربیتراژ، تریدینگ که هر کدوم مدت‌هاش فرق داشت دیگه، یاد ما بود. درسته نه؟ اینو فراموش نکنید. باید حتما اون بخش و مدت رو انتخاب کرده بعد برین سرمایه‌گذاری کنید. بعد از اینکه پول اومد تو اول بالانس اینجا که پول رو دیدین و نمایش داده شد الان دیگه میتونید پلن مورد دلخواه رو انتخاب کنید. خب پلن ها رو براتون دوباره نشون بدم. اینجا تو صفحه اصلی بخش استیکینگ بود که از 1% تا 1.15% میداد. دقت کنید 15 روز، 30 روز، 45، 60 روز. بخش کد ماینینگ اینو بگم هر چه برین جلو سودی بیشتر براتون داده میشه. اینجا ببینید که 30 روزه 1.3% میده تا 1.6%. این آربیتراژ بد نیست. تو 15 روز براتون 1.8% میده، با $75 میشه شروع کرد. حالا من میرم تو قسمت تریدینگ این پلن 30 روزه رو فعال میکنم. ببینید برام روز 2.3% میده. این خیلی خوبه. 2.3% که من اینجا $3000 اگر سرمایه‌گذاری کنم ببینید $3000 تو پلن 30 روزه میذارم برام روزانه اینقدر میده. ببخشید روزانه اینقدر میده $69 و بعد از 30 روز برام $2070 سود خالص میده. این 2070 به اضافه سرمایه‌گذاری من که 3000 میشه $5070 اصل سرمایه با سودم تو 30 روز. واقعا خیلی خوبه. حالا میتونم که روی 60 روزه بذارم، روی 90 روزه، همه چی به خودم بستگی داره که خودتون هم دلخواه میتونید تا 180 روزه سرمایه خود بلوکه کرده سود بیشتری دریافت کنید. حالا من میگم که ابتدا 30 روزه میذارم بعد سرمایه رو افزایش میدم، میرم 60 روزه، 90 روزه، به همین ترتیب
میتونم که همزمان چند تا پلن هم داشته باشم. خب میرم توی صفحه، اینجا ببینید متد TRCB که بالانس $3000 دارم درست انتخاب کرده. این تریدینگ رو انتخاب میکنم و 30 روزه رو انتخاب میکنم. حالا اینجا خیلی مهمه، باید این کارا رو انجام بدین که خدا نکرده روی پلن دیگه ای سرمایه‌گذاری نشه. تو اینجا کار که درست رفتیم، مقدار هم که میگه حداقل باید $100 داشته باشین که بتونید روی این پلن سرمایه‌گذاری کنید. من میگم که ما 3000 داریم، اینجا من می‌نویسم $3000. ببینید باز هم به صورت یه محاسبه اینجا برات کامل توضیح میده که اینقدر ماهونه براتون داده میشه. حالا چون ماهونه است به صورت ماهونه محاسبه کرده. نت اینکم یعنی سود خالص ما اینقدر میشه، در کل با سرمایه گذاری کردیم و سودی که داده میشه اینقدر. دقت کردین؟ میگم درسته. اکتیویت پکیج رو کلید میکنم و بله پلن ما دیگه فعال شد. همینقدر بود. الان ببینید که تو قسمت اول بالانس ما اینجا صفر شد. چرا؟ چون رفت روی پلن و بلوکه شد. ما الان نمیتونیم سرمایه خود تا 30 روز دست بزنیم. تا 30 روز بلوکه است و از روی اون سرمایه ما برامون روز 2.3% سود میده. اینجا ببینید که سرمایه‌گذاری ما توی قسمت تریدینگ رفت. متوجه شدین؟ این 4 بخش اینجا هم هستش که ما روی بخش تریدینگ سرمایه‌گذاری کردیم. پول ما اینجا دیده میشه. توتال دپوزیت ما هم که $3000. خب عزیزا به همین شکل سرمایه‌گذاری کردیم. تو قسمت داشبورد هم پلن اکتیو ما رو نشون میده چه درصدی از پلن ما رد شده، یعنی گذشته تاریخی ما پلن فعال کردیم، چه زمانی برامون سود میده. ببینید فردا همین روز همین ساعت سود روز اول رو میده. مدت 30 روزه. پلن تریدینگ $3000 سرمایه‌گذاری کردیم، روزانه $69 میده و ماهونه اینقدر میشه. و اینکه پلن چون 30 روزه است برامون $2070 در 30 روز داده میشه. چقدر واضح و چقدر قشنگ همه چی رو توضیح داده. واقعا هر سایت اینجوری نیست. هر سایتی به صورت مفصل براتون توضیح نمیده. واقعا خیلی یه جورایی سردرگمه و خوبی که داره برداشتایی که شما از این سایت انجام میدین بدون کمیسیونه، یعنی بدون فی میتونید که برداشت بذارید که از قسمت ودرول برداشت قابل انجامه. یعنی ممکنه که ما بتونیم از قسمت ودرول برداشت بزنیم. خب عزیزان الان که پول برای برداشت نداریم چون تازه سرمایه‌گذاری کردیم، فردا سود روز اول ما رو میده. اگر رفال داشته باشیم و برامون سود رفال بیاد همچنان قابل برداشته بدون هیچ لیمیتی. پول رفال ها هم میاد در قسمت اول بالانس که میشه بریم با اون بالانس خود یه پلن فعال کنیم یا برداشت بزنیم. همه چی به عهده خود ماست. خب دیگه این که بخش باشه براتون بگم، بخش اوپن دپوزیت که همون بود که پلن ها دیده میشد، میتونستیم پلن فعال کنیم. بخش مای کارت داره که میتونید یه ماستر کارت از این پلتفرم به خود خریداری کنید که قیمت $99. ببینید این بالا بخش کارت داره. تو صفحه جدید باز میکنم که در مورد این کارت NDX یه توضیحاتی داده. اینا رو بخونید. میگه که میتونید با این کارت تو این بخش‌ها استفاده کنید. یه جوری یه کارت بانکی دیگه که به صورت ویزا کارت براتون داده میشه. میتونید برین استفاده کنید هر کاری دوست داشتین. همه چی رو براتون اینجا توضیح داده که قیمتش $99. ببینید عزیزان سایت هایی که این کارت ها رو توضیح میکنن یعنی یه جورایی تهیه میکنن رسمی هستن. سایت بدون رسمی یعنی سایتی که ثبت نباشه و فعالیت قانونی نتونه انجام بده نمیتونه این کارت ها رو تهیه کنه. ببینید اگه من این get index کلاسیک رو کلیک کنم ما رو به در این صفحه که میگه اسمتون چیست، اسم فامیلیتون، ایمیل، $99 اگر ارسال کردیم اون 8 رو میگه اینجا بذار با تتر TRC20 و B20 میتونیم ارسال کنیم. یکی رو انتخاب کرده $99 ارسال میکنیم. 8 رو اینجا قرار میدیم. یه آدرس میدیم براشون که مهم نیست. این کشور هم که مهم نیست. یه کامنت میتونید بنویسید و سابمیت رو کلیک کرده درخواست خرید میدیم که قیمتش $99 که به خودتون بستگی داره. میتونید حالا این خریداری رو انجام بدین و از این کارت هاشون هم استفاده کنید. قسمت مارک کاریر داره که لینک رفال شماست. با کدوم لینک
ثبت نام کردین اینجا دیده میشه. چقدر رفال فعال دارین اینجا دیده میشه. رفالی که ثبت نام کرده اگر فعال باشه اینجا، اگر ثبت نام کرده اینجا. من یه ثبت نامی دارم، تمام رفال فعال ندارم. یه جورایی این بخش کریر ببینید اینجا اگر من باز کنم سودهای خوبی میده. میگه که به صورت دیفالت برات تا 3% سود داده میشه. لول 1 5%، لول 2 2% و لول 3 1%. اگر رفال هام $2500 سرمایه‌گذاری کنم برام $100 یه پلن میده و $50 به صورت بونوس میده. این لول های رفال منو ارتقا میده به 6% لول 1، 3% لول 2 و 2% لول 3. و همین ترتیب اگر رفال ها افزایش بدن سرمایه‌گذاری خود، این بونوس برام داده میشه، این پلن برام داده میشه و 4 لول سود رفال برام داده میشه. دقت کردین؟ اگر رفال هام $20000 سرمایه‌گذاری کنن برام $500 به صورت بونوس میده که مستقیم به والت ما میزنه. $1000 یه پلن برام داده میشه و از این لول ها برام محاسبه میشه سود رفال که لول 1 9%. واقعا خیلی خوبه. متوجه شدین دیگه نه؟ حالا به صورت نرمال که این میده و اگر سود بیشتری با رفاه ها دریافت کنید تا کریر 5 هم میتونید که از این پلتفرم سود دریافت کنید. خب عزیزان به همین ترتیب دیگه میتونید که بیایید از اینجا لینک خود رو کپی کنید به دوستا و نزدیکان خود به اشتراک بذارید. الان که من تو کریر 1 هستم دیگه بخشی نیست که براتون بگم. تو اینجا بخش اپریشن داره که سرمایه‌گذاری کردین در کل ترانزکشن اکانتشون رو نشون میده. من تاپ اپ کردم $3000 براتون نشون میدم. این هشی که من سرمایه‌گذاری کردم به صورت اتوماتیک اینجا اومد که میتونید حالا برداشت که بزنید هم براتون اینجا یه هش میذارن. این هش سرمایه‌گذاری منه، هش تاپ اپ من کپی میکنم براتون نشون میدم تو سایت ترونسکن براتون نشون میدم. من 3000 تا گذاشتم. ببینید این هش رو قرار میدم 3000 تا 12 دقیقه قبل سرمایه‌گذاری کردم که تاریخ رو ببینید 28 جنوری تاریخ امروزه. اینو هم رفرش کنم ببینید 29 جنوری. خب این به صورت ساعت ایرانه. من الان اینه ساعت اصلی من. خب کارکرد دیگه به همین شکل رفقا براتون در صفحه هم نشون میدم. پکیجی که ما فعال کردیم پکیج تریدینگ برای 30 روز. الان دیگه باید صبر کنید که برامون سود بیاد. سودهایی که میاد و همین شکل برامون لیست میشه. سود رفال اگر بیاد برامون لیست میشه. همه چی در اینجا برامون لیست میشه که میتونیم تاریخ‌های دقیقش رو هم ببینیم. برای برداشت هم گفتم ودرول رو کلید میکنیم. قبل از ودرول باید بریم در قسمت والت. اینجا کیف فیل‌های خود رو ذخیره کنیم. ذخیره کرده بعد بریم برداشت بزنیم. قسمت ستینگ داره که اینجا میتونید حالا این شبکه‌های اجتماعی رو ذخیره کنید. چنج پسورد داره که میتونید پسورد خود رو تبدیل کنید و گوگل اتنتیکیتور داره که میتونید اون دو عامله رو فعال کرده امنیت اکانت خود رو ببرین بالا. بخش این بالا ببینید لوگوش هست، ایمیلشون، ساعت‌های کاریشون. اینجا تلگرام داره، کلیک کنم کانال تلگرامیشون هستش که تازه پست گذاشتن تاریخ 28 جنوری امروز چون شروع کردن. امروز پست گذاشتن. لوگوهاشون رو ببینید چقدر قشنگ. بعد اینکه در مورد پلن ها توضیح داده که پلن استیکینگ از چقدر تا چقدر سود میده، اینا رو میتونید ملاحظه کنید. بعد اینکه بریم در سایت، کانال یوتیوب داره، توییتر داره. در مورد پلتفرم این قسمت ابات هم میتونید که بخونید. تا اینجای کار $4,500 سرمایه‌گذاری شده. تو روز اول در این پلتفرم $4,597 سرمایه‌گذاری شده. واقعا میشه گفت که خوبه دیگه روز اول سایتشون. هدفشون چیست و اینکه رودمپ داره، آینده رو چطور جلو میرن، قبلا چی کارا کردن، همه رو اینجا نوشتن. این هم که تیمشونه چند نفر کار میکنن ببینید خودتون. یه تیم قوی پشت این سیستم وجود داره که اینجا هم قسمت بلوگ وجود داره که بلاگ این پلتفرم که امروز شروع کردن خوش آمدی میگه برای کاربرایی که امروز اومدن. خب بخش داکیومنتس داره که میتونید سرتیفیکیت پلتفرم رو ببینید. بخش وایت پیپر پلتفرم رو میتونید ببینید که
همه چی رو توضیح دادم به صورت PDF که میتونید خودتون این PDF ها رو بخونید. خب چیزایی که من فارسی گفتم براتون تو این PDF وجود داره دیگه، چیز خاصی نیست. پنها رو توضیح داده، این کارت رو توضیح داده، متدهای برداشتی رو توضیح داده، در مورد کاریر توضیح داده که همه چی رو من براتون به زبان فارسی و خیلی خلاصه توضیح دادم. اینم که بخش داکیومنت یه جورایی چیز خاصی نیست، شما اینا رو درگیر نشین. هلپ سنتر داره که اگه از سوال چیز داشته باشین میتونید که از این بخش هلپ پیدا کنید. در مورد دپوزیت که حداقل دپوزیت میگه که $25. بعد اینکه ماکسیمم دپوزیت تا $3000 تا $300,000 هستش فکر کنم. این هم که میگه کمیسیون داره برای سرمایه‌گذاری، میگه نه، برین بخش برداشت‌هاش پیدا کنید. ببینید مینیمم برداشت از سایت به صورت TRC20 $10. شما میتونید که حداقل 10 تتر از این سایت برداشت بزنید. به صورت ترون هم 20 تاست. حداقل برداشت به صورت ترون 20 تاست. حالا تو این بخش هلپ میتونید که یه بعضی سوالات رو جوابش رو پیدا کنید. حالا بازم اگر سوال داشتین در تلگرام و یوتیوب میتونید که از ما بپرسین، به زودترین فرصت براتون جواب خواهیم داد. بخش پشتیبانی آنلاین هم داره که اینجا میتونید سوالات خودت رو بنویسین و براتون به صورت آنلاین و به صورت زنده جواب خواهم داد. اینم یه بخش خوبیه که میتونید استفاده کنید. خب به همین ترتیب رفقا دیگه کامل توضیح دادیم. نکته‌ای که اگر مونده باشه در ویدیوهای آینده توضیح خواهیم داد. حتما این پلتفرم یه گروه تلگرامی هم داره. ببینید اینجا بخش کامپانی کامیونیتی که کلیک کنم، اینجا نزدیک 500 نفر هستن که تو این گروه. ببینید اینکی اومده $500 سرمایه‌گذاری کرده و همینجا میان مشکلات خود می‌نویسن. سوالاتی که دارن شما هم میتونید بیایید سوالات خودش رو بنویسید. اینکی $460 سرمایه‌گذاری کرده، خودش گذاشته. حالا به همین ترتیب برداشتایی که میزنن، سرمایه‌گذاری که انجام میدن میذارن، میتونید بیایید تو این گروه هم فعالیت کنید. خب ویدیو یکم طولانی شد، حالا 30 دقیقه شد که براتون این ویدیو رو درست میکنم. کانال یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید. سایت هایی که کار میکنم براتون ویدیوها رو هر روزه میذارم. همچنان بیایید در تلگرام ما رو تعقیب کنید. اینم کانال تلگرام منه، این کانال یوتیوب من و چی شد کانال تلگرام خود هم براتون باز کنم قاطی نشه. اینجوری بیایید در یوتیوب و تلگرام ما رو تعقیب کنید و از آخرین پست ها و ویدیوهای ما استفاده کرده یه درآمد فوق‌العاده داشته باشید. ببینید که من این پلتفرم رو اینجا ساعت 8 شب براتون یه جورایی پست گذاشتم که بیایید کار کنید. الان ساعت چنده براتون صفحه رو رفرش کنم. 2:45 شب 29 جنوری. خب ویدیو رو تمام میکنم عزیزان. تا ویدیو بعد میشه، بعد خدا نگهدارتون، موفق و جیبتون پر پول باشه.